وضعیت امروزه جهان به نهایت در حالت گویم وخیم است. یعنی یک وضعیتی است که امروز میان کشورها جنگ اطلاعاتی به نهایت در سطح بلند صورت گرفته ایستاده است و یک بار اگر شخصی دوراندیش بنگرد به وضعیت قزاقستان، به وضعیت افغانستان، خوب درک میکند که مردم عادی اونجا، مردم اهالی آسایشته اونجا چقدر عذاب میکشند از اون ناآرامی هایی که در این کشورها شده ایستاده است. و من امیدوار هستم که هر یک فردی تاجیک این رو درک میکند، احساس میکند، از طریق واسطه اخبار عامه این رو تماشا میکند و به یک خلاصه میآید که باید این ناآرامی هایی که در آن کشورها شده ایستاده است، باید هر یک فرد تاجیکستان، هر یک شهروند عادی کوشش کند که همین گونه ناآرامی که ابتدای سالهای 90 شهد این گونه ناآرامی را ما چشیده بودیم، بار دیگر در کشور آباد و آرام و آسوده ما رخ ندهد. و میگویند که ندانستن قانون شخص را از جوابگری آزاد نمیکند. هر یک نفری که بهر ناآرام کردن وطن کوشش میکند، یک عمل جنایتکارانه صادر میکند، اطمینان دارم که به جزا نخواهد ماند. و اکثر ناآرامی هایی که در کشورهای جهان می شود ببینید که آغاز کننده آنها جوانان هستند. چرا؟ برای آنه که جوانان ما تجربه ندارند و مغزشویی کردن آنها آسان تر است، آنها را عقلشان را ویران کردن آسان تر است. از این رو محض به واسطه آنها کشورهای دیگر میخواهند که به مقصدهای خود برسند. از این رو امیدوار هستم که جوان امروزه تاجیک این رو با سر بلند درک میکند، احساس میکند و کوشش میکند که بهر آبادی وطن، بهر پیشرفت این وطن و بهر گلگوه شکوفی این وطن سهمگذار باشه.